جز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. به نام خدایی که بالاتر از رویاهای ماست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه و تنتون سلامت. دوستان تا حالا به این موضوع فکر کردین که چی باعث میشه که ما در حساب دمو و حساب ریل اختلاف عملکرد داشته باشیم؟ واقعا چرا نتایجی که ما در حساب دمو میگیریم رو نمیتونیم در حساب ریل تکرار کنیم؟ یه مثال ساده میزنم براتون تا این موضوع براتون واضح‌تر بشه. از نظر من اختلاف عملکرد در حساب دمو و حساب ریل مثل پریدن از هواپیما در بازی کامپیوتری و در واقعیت. در بازی کامپیوتری پریدن از هواپیما کار لذت بخشیه، اما آیا در واقعیت هم همینطوره؟ جواب این سوال بستگی به این داره که شما از چی لذت میبرید. پریدن از هواپیما برای خیلی ها میتونه کار لذت بخشی باشه، چون اونا ترس سقوط کردن ندارن و به این فکر نمیکنن که امکان داره جونشون رو از دست بدن. در واقع اونا حس ترس رو با حس هیجان و لذت معاوضه میکنن. اگه اونا به این موضوع فکر کنن که امکان داره جونشون رو از دست بدن، هیچ وقت جرأت پریدن رو پیدا نمیکنن. اونا با ذهنیت برنده این کار رو انجام میدن. خب تا اینجا متوجه شدین که میخوایم در مورد چی صحبت کنیم. مهمترین دلیل اختلاف عملکرد در حساب دمو و حساب ریل ترس از دست دادنه. در حساب دمو چون پول واقعی وجود نداره و شما یک سری عدد و رقم فقط میبینین، پس بدون ترس و شجاعانه وارد مارکت میشین. اما در حساب واقعی اینطور نیست. پول واقعی وجود داره و همین باعث میشه که حس ترس به شما القا بشه و نتونین عملکرد درست و صحیحی که باید داشته باشین رو داشته باشین. دوستان طبق آمار 70% کسانی که وارد حرفه معامله‌گری میشن در سال اول این حرفه رو با ناامیدی ترک میکنن و 30% باقی مونده 90%شون در سال اول ضرر میدن و دنبال تست کردن استراتژی‌های جدیدن، چون اونا فکر میکنن که دلیل ضررشون استراتژیه. همینطور که در ویدیوی قبلی هم بهش اشاره کردیم، استراتژی اهمیت زیادی نداره. مهم پیاده سازی و تعهد به استراتژی که میتونه موفقیت رو برای شما به ارمغان بیاره. پس توجه داشته باشین که وارد چه شغلی شدین. دیدتون رو نسبت به این شغل تغییر بدین. با دیدی که شغل‌های قبلی رو انجام دادین به این شغل نگاه نکنین. تو این شغل حرفه‌ای بشین. حرفه‌ای شدن در این شغل فقط با تمرین و تکرار صورت میگیره. یه جمله معروف هست که میگه موفقیت پاداش افراد شکست خورده‌ایه که ناامید نشدن. من این آمار رو ندادم که شما از معامله کردن بترسین و یا فکر کنین که در این حرفه نمیتونین موفق بشین. فقط خواستم بدونین که اینها کاملا طبیعیه و این شما این که انتخاب میکنین جز کدوم دسته باشین. ممنون از نگاه پرمهرتون. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.